بخش 14 کتاب سندروم دختر خوب اثر بورلی انگل. 4 واژه طلایی: اعتماد به نفس، توانمندی، جسارت و شجاعت. قدرت چیزی بیش از قدرت محض است، چیزی که میتوان برای توانمندی و همکاری از آن بهره برد، نه تسلط و کنترل بر دیگران. برای اینکه واقعا بتونید از یه دختر خوب به یه زن قوی تبدیل شید و اون تصویر دختر خوب رو پشت سر بذارید، باید به این 4 ویژگی اعتماد به نفس، توانمندی، جسارت و شجاعت جون تازه‌ای ببخشید. همه ما این 4 ویژگی رو در درون خود داریم، اما نحوه تربیت و تجربیات شخصی میتونه باعث تضعیف این ویژگی ها یا از دست رفتن اونها به طور کامل شه. اکثر خانم ها به 2 دلیل باید این 4 ویژگی رو در درون خود تقویت کنند. اول اینکه این خصوصیاتی نیستن که دختران و زنان به ابراز اونها تشویق بشن. در حقیقت بیشتر از اون که تشویقمون کنن، دلسردمون کردن. وقتی به این 4 ویژگی فکر میکنیم، بیشتر ویژگی‌های مردونه به نظر میرسن تا زنونه. دوم اینکه دختران و زنان از دیرباز بیش از اون که به این 4 ویژگی بها دهند، برای 3 ویژگی زنانه تر ارزش قائل هستن که عبارتند از کمک، مهربونی و روابط. اگرچه این ویژگی‌ها در دنیای امروز ما از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند، چرا که به جهان ما انسانیت می‌بخشند و خصوصیات مردانه خودفرمانی، خشونت و زد و خورد را متعادل می‌کنند. همونطور که مشاهده کردیم، دختران خوب با افراط در کمک به دیگران، مهربانی و توجه به روابط به ضرر خودشان رفتار می‌کنند. اعتماد به نفس خصوصیتیه که ما رو قادر می‌سازه به شعور، غرایز، توانایی‌ها، ایده‌ها و نظرات خود اعتماد کنیم و این امکان رو برای ما فراهم می‌کنه تا با اتکا به احتیاط، توانمندی‌ها و ارزش‌های خود دنیای درونمون رو ترک کرده و به دنیای بیرون قدم بذاریم. کودک برای اینکه بتونه اولین قدم‌های خود رو برداره، نقاشی خود رو با افتخار به معلمش نشون میده. جلوی کلاس بیسته و درس جواب بده و بتونه بدون چرخ‌های کمکی دوچرخش رو برونه، باید اعتماد به نفس داشته باشه. اگر کودکی مورد تشویق قرار گرفته و تلاشاش مورد تقدیر و ستایش قرار بگیرن، اعتماد به نفس کافی برای قدم گذاشتن به این دنیای بزرگ رو خواهد داشت. اما اگر پاسخ والدین کودک در مقابل تلاش‌های او ترس یا دلسردی در قالب سرزنش و انتقاد باشه، اعتماد به نفس او کم خواهد شد. سطح اعتماد به نفس یک زن ممکنه در طول زندگیش بسته به میزان پذیرش و مقبولیت از سوی دیگران دستخوش نوسان شه. اما انتظار میره که زن در مرحله‌ای از زندگی خود به سطحی پایدار از اعتماد به نفس برسه که کمتر تحت تاثیر واکنش‌های دیگران و نظراتشون نسبت به خود و ایده‌هاش قرار بگیره و بیشتر به طرز فکر و احساسات خود نسبت به ارزش‌هاش بها ده. شما میتونید به شیوه‌های زیر اعتماد به نفس خود رو بالا ببرید. شیوه شماره 1: به ذات خود برگردید. عموماً بدن، تاریخچه شخصی و ساختار عاطفی ما متمایزترین و تغییرناپذیرترین جنبه‌های وجودی ما هستند که ما را از دیگران متمایز می‌کنند. در حقیقت این ویژگی‌ها تنها بخشی از موجودیت ما هستند و لایه بیرونی هویت ما را تعریف می‌کنند. برای تقویت اعتماد به نفس خود، شما باید به جنبه دیگری از هویت خود که جدایی از ویژگی‌های فیزیکی، عاطفی و نوع شخصیت شماست دست یابید. این جنبه دیگر هویت نه نتیجه پیشینه و شرطی شدن شما از سوی جامعه و اطرافیانه و نه تأثیر باورها و عقاید شما. از این جنبه وجودی معمولاً با عناوین ماهیت حقیقی یا جوهره یاد میشه، چرا که در حقیقت جوهره یا آن چیزی است که در زیرلایه زیرین پیشینه فردی شما پنهان است. پیام‌های منفی و نادرستی که والدین شما چه به صورت کلامی و چه غیر کلامی به شما منتقل کردند، بر آن جوهره ذاتی شما سایه افکنده و آگاهیتون رو نسبت به اون از بین میبره. در اینجا ما از کلمه جوهره استفاده میکنیم، چرا که این واژه به معنای کشف هویت از طریق دستیابی به لایه‌هایی است که در زیر پیام‌های منفی والدین، منتقد درونی و خودقضاوتی پنهون ماندند. همچنین جوهره وجودی به اون بخش از هویت ثابت و تغییرناپذیر شما اشاره داره که در تعریف هویت شما نقش اساسی داره. بایرون براون، نویسنده کتاب شگفت‌انگیز روح بدون شرم، راهنمای رهایی از قاضی درون، جوهره وجودی رو اینگونه تعریف می‌کند: ذات واقعی روح اساساً پدیده‌ای است که در زمان حال تعریف می‌شود و در واقع به گذشته یا آینده یا تجربیات جسمی ما بستگی نداره. هرچه بیشتر از ماهیت وجودی خود به عنوان یک روح آگاه باشید، بیشتر می‌فهمید که ماهیت حقیقی شما در قالب جسمتون تعریف نمیشه.
به علاوه تجربیات و دانسته های شما از گذشته نیز بیانگر ماهیت وجودی شما نیستند. ماهیت حقیقی شما چیزی بسیار ژرف‌تر و بی‌واسطه تر است. چیزی رمزآلود که به راحتی نمیتوان آن را تعریف کرد. برای اینکه از آن آگاه شوید باید ذات حقیقی روحتان را آشکار و در لحظه زندگی کنید. از نگاه براون جوهره وجودی هر فردی مختص خود اوست و این منحصر به فرد بودن چیزی است که از بعد تولد در ذات ما وجود دارد. جوهره وجودی چیزی نیست که بتوان آن را به دست آورد یا نابودش کرد. جوهره وجودی شما ربطی به ظاهر یا دستاوردهای ما نداره، اما این امکان هم وجود داره که ارتباط خود را با جوهره وجودی خود از دست داده یا فراموشش کنید. متاسفانه این حقیقت در مورد بسیاری از شما که الان این کتاب رو میخونید صدق میکنه. اعتقاد به جوهره وجودی به این معنی است که ویژگی ها یا قابلیت های شما بیش از اون چیزی است که والدین یا دیگر افرادی که وظیفه مراقبت از شما رو به عهده داشتن به شما یاد داده یا القا کردند. جوهره وجودی شما رو ویژگی های ذاتی شما میسازند. ویژگی هایی که برای انسان بودن شما بیش از هر چیز اهمیت داره. چند نمونه از این ویژگی ها عبارتند از حقیقت، لذت، مهربانی، اراده، قدرت، آگاهی و آرامش. ویژگی های اساسی بسیار عمیق‌تر از عادت ها، ترجیح ها و شروط اجتماعی دوران کودکی بوده و ویژگی های بالقوه‌ای هستند که در اعماق ضمیر ناخودآگاه هر فردی وجود دارند. ارزش وجودی شما رو ویژگی هایی که به شما نسبت داده می شود، ظاهر فیزیکی شما، ضریب هوشی، استعدادها یا موفقیت‌های مالیتون تعیین نمی‌کنه، بلکه ماهیت وجودی شما واقعیت معجزه‌آسای وجود خودتون و این حقیقته که در عمق وجود خود شخصی خوب، خردمند و قوی هستید. تمرین: احترام به ماهیت وجودی. 1. فضایی در درونتان بیابید که خوبی، خرد و قدرت درونیتان را آشکار کند. با استفاده از ندای درون خود اسمتان را صدا بزنید، طوری که نامتان در آن فضای درونی بپیچد. نام خود را با اطمینان و عاشقانه هجی کنید و احساس کنید که نامتان به ماهیت وجودیتان معنا و اهمیت می‌بخشد. با خود بگویید که فقط یک نفر از تو در این جهان هستی وجود دارد و هیچ کسی مثل تو نیست و تو منحصر به فرد هستی. 2. تمام وجود خود را از نامتان آکنده کنید تا از درون احساس سرزندگی کنید. به خودتان یادآوری کنید که شما فرد ارزشمندی هستید، مثل هر فرد دیگری. اگرچه همه ما به تایید و تصدیق دیگران نیاز داریم، اما منبع واقعی عزت نفس و قدرت ما از درون ما نشأت می‌گیرد. برای اینکه به اون منبع قدرت دست پیدا کنیم، باید با خودمون در آشتی باشیم. شما باید سفر به درون خود و ارتباط با قدرت، خوبی و خرد درونیتان را به عادتی هر روزه تبدیل کنید. انجام روزانه، در واقع هر روزه این کار نه تنها به افزایش عزت نفس شما کمک میکنه، بلکه باعث میشه به لحاظ درونی احساس قدرت و امنیت بیشتری داشته باشید. شیوه شماره 2. تصویر ایدئالی رو که از خود ساخته اید دور بریزید و ماهیت حقیقی خود رو بپذیرید. همه ما در دوران کودکی آنچه را لازمه دریافت علاقه و توجه بود از والدینمون آموختیم. نتیجه این شد که بر احساس ایدئال اما غیر واقعی از خودمان متمرکز شدیم. تصویر ما از این خود ایدئال تبدیل به تصویری درونی شده که به ما امر می‌کند برای موفق بودن، دوست داشته شدن، پذیرفته شدن و مورد قدردانی قرار گرفتن چه باید بکنیم. این تصویر ایدئال از خودمون متر و معیارهای شخصی ما برای عملکرد، طرز فکر، احساسات، رفتار، ظاهر و موفقیتمون رو در بر میگیره. بزرگترین مشکل در مسیر دستیابی به این تصویر ایدئال اینه که نمیتوان به آن دست یافت. ممکن است در دوران کودکی تلاش برای رسیدن به تصویر ایدئال والدین از ما برامون تایید و تشویق به همراه داشته، اما کوچکترین تأثیری در آرامش درونی ما نداشته. اول از همه این که فشار مداوم مقایسه با یه تصویر ایدئال بسیار اضطراب‌آور و طاقت فرساست. ثانیاً از اونجایی که دستیابی به اون تصویر ایدئال غیر ممکنه، ما ناگزیر به شکست هستیم و بنابراین همیشه احساس کمبود، نقص یا ناتوانی و در نتیجه احساس شرم و گناه میکنیم. اما یک جایی باید از خودمون بپرسیم که واقعا فایده این تصویر ایدئال چیه که اگه قراره مدام باعث تأخیر و سرکوب ما بشه. تمرین: اون تصویر نچندان ایدئال خودتون رو قبول کنید و بپذیرید. 1. در 2 فهرست جداگانه خودتون رو توصیف کنید. در یکی از اونها همه ویژگی‌های مثبت، توانمندی، استعداد و زمینه‌های رشد خود و در فهرست دیگر ویژگی‌ها و صفات منفی، محدودیت‌ها و عادت‌های بد خود رو بنویسید.
2. فهرست ویژگی‌های منفی یا نه چندان خوب خود را دوباره مرور کنید. تلاش کنید بی‌طرف باشید و فقط این جنبه‌های وجود خود را بدون قضاوت کردن تصدیق کنید. 3. حال فهرستی رو که از ویژگی‌های مثبت خود تهیه کرده بودید بخونید و از اعماق وجودتون باورشون کنید. با تایید و تصدیق هر کدام از این ویژگی‌های مثبت به خودتون افتخار کنید. شیوه شماره 3. با احساس قدرت خود آشتی کنید. هیچ چیز به اندازه آشتی با احساس قدرت درونی نمیتونه باعث اعتماد به نفس در شخصی شه. اعتماد به نفسی که نتیجه احساس قدرت باور نکردنی و تصدیق توانایی بالقوه درونیتونه. متاسفانه ممکنه زنان در اولین برخورد با قدرت درونی خود و تمام تبعات خوب و بعد آن دچار ترس و هراس شوند. در واقع بسیاری از ما اونقدر از قدرت خود هراس داریم که اون رو درون خود دفن میکنیم تا مجبور به رویارویی با اون نباشیم. اما اکنون زمان بازپسگیری قدرت درونیتان است. با دفاع تدریجی از خواسته های خود و باورهایتان شروع کنید. یاد بگیرید که لازم نیست کنترل شخصی خاص رو در دست داشته باشید، بلکه هدف این است که بتوانید کنترل خود و در نهایت کنترل زندگیتون رو در دست بگیرید. تمرین: خاطرات قدرتمند. 1. زمانی رو به خاطر بیارید که احساس قدرت خاصی می کردید. زمانی که فراتر از انتظار خود عمل کرده بودید یا زمانی که محدودیت‌های خود را زیر پا گذاشتید. 2. به خودتون فرصت بدید تا این احساس قدرت رو دوباره تجربه کنید. تمام را مزه کنید و بذارید در جانتون نفوذ کنه. قدرت درونی ما نیاز به تقدیر و احترام داره، اما برای مهار و کنترل اون لازم نیست که در درون خود دفنش کنیم و برای همیشه قیدش رو بزنیم. در اوایل راه خاک انباشته بر روی قدرت درونی خود را کم کم کنار بزنید. سپس قبل از اینکه عمیق‌تر برید به خودتون زمان بدید و به شرایط جدید خود عادت کنید. از این جمله مثبت و قدرتمند استفاده کنید: من قدرت درونی خود را باز پس میگیرم. یاد میگیرم که به اون احترام بذارم و تا همیشه اون رو در اختیار داشته باشم. توانمندی. داشتن احساس توانمندی به این معناست که باور کنیم میتونیم اتفاقاتی رو در این دنیا رقم بزنیم، که میتونیم بر محیط اطراف خود مسلط شویم. متاسفانه اتفاقاً اگر زن هم به دنیا آمده باشید، برای کسب توانایی و قابلیت کار بسیار سختی پیش رو خواهی داشت. کودکان معمولاً با پیشی گرفتن از حدود و مرزهای والدین خود توانایی و قابلیت لازم رو کسب میکنن. به طور مثال والدین به دخترشون میگن که اجازه نداره به تنهایی از مدرسه به خونه بیاد، اما دختر پدر و مادرش رو متقاعد میکنه که به اندازه کافی بزرگ شده که به تنهایی به خونه برگرده. روز بعد دختر به تنهایی سالم و سر وقت به خونه برمیگرده و به این ترتیب نه تنها از محدودیت‌هایی که والدینش براش قائل بودن گذشته، بلکه به توانایی و قابلیت خود پی برده. او فکر میکرد که میتونه به تنهایی به خونه برگرده، پس امتحانش کرد و انجامش داد. دختر داستان که فکر میکرد میتونه به تنهایی از مدرسه به خونه برگرده، خوشبختانه اونقدر اعتماد به نفس داشت که تصمیمش رو عملی کنه. اما اگر پدر مادرش اعتماد بیشتری به او داشتن، این اعتماد به نفس در دختر بیشتر تقویت میشد. والدین دختر بچه ها با محدود کردن انتظارات خود از اونها مانعی بر سر راهشون قرار میدن که باعث میشه اونهایی که اعتماد به نفس کمتری دارن قادر به غلبه بر اون محدودیت ها نباشن. بزرگترین کمکی که بزرگسالان میتونن به کودک در مسیر رشد توانایی و قابلیت اون بکنن اینه که پیش از اون که خود کودک بخواد توانمندی‌های خود رو عرضه یا اثبات کنه، او رو باور کنن. عزت نفس از طریق انجام کارهایی در ما رشد میکنه که از ابتدا از انجام اونها مطمئن نبودیم. اگر در زندگی خود کسی رو داشته باشیم که ما رو باور و به تواناییمون ایمان داشته باشه، برداشتن قدم اول برامون بسیار راحت تر خواهد بود. انتظارات و توقعات معقول قوی ترین دلگرمی ممکن برای یک کودک هستند. مشکل اینجاست که سطح انتظار و توقع والدین اغلب از دخترانشان بسیار پایینه. انتظاراتی که والدین و فرهنگ ما به طور سنتی از پسران دارن باعث میشه که پسران در مقایسه با دختران به احساس توانمندی و قابلیت بیشتری دست پیدا کنند. به طور مثال احساس قدرت و کنترلی که مهارت در پخت و پز و تمیزکاری به فرد میده، در مقایسه با احساس توانمندی و قابلیتی که فعالیت‌های ورزشی میده بسیار کمتره. محدودیت‌ها نیز نقش مهمی در سطح توانمندی و قابلیت دختران دارند. نگاه قند و عسل به دختران باعث حساسیت بیشتر در محافظت و مراقبت از دختران شده و این باور رو تقویت میکنه که دختران باید یاد بگیرن چطور به جای یاد گرفتن کارها از دیگران برای انجام اونها
درخواست کنن. کودکی که با چنین روشی بزرگ میشه توانمندی و قابلیت والدینش رو تجربه میکنه، نه توانمندی و قابلیت خودش رو. شیوه ایجاد توانمندی و قابلیت. علاوه بر محدودیت‌هایی که مانع رشد قابلیت‌ها و دستاوردهای دختران از سوی والدین میشوند، زنان خود نیز محدودیت‌هایی رو در مسیر رسیدن به خواسته‌هاشون به خود تحمیل می‌کنند. 3 محدودیتی که برای خود تعیین کرده‌اید و از اون طریق جلوی احساس ماجراجویی و خطرپذیری خود را گرفته‌اید یادداشت کنید. به طور مثال من خیلی بی‌تجربه‌ام یا من دیگه سنی ازم گذشته. 3 زمینه از زندگی خود را که در اونها احساس توانمندی و قابلیت می‌کنید نام ببرید. حال فکر کنید و ببینید چطور می‌تونید توانایی و قابلیت خود در این 3 زمینه رو به زمینه‌های دیگر زندگی خود که در اونها احساس توانمندی نمی‌کنید تعمیم بدید. مثلا من فکر می‌کنم در زمینه نویسندگی و رواندرمانی فرد توانمندی هستم. جنبه مهم مشترک بین این دو تحقیق و جمع‌آوری اطلاعاته. اما وقتی پای ریاضیات به وسط میاد اصلا حرفی برای گفتن ندارم. سالهای سال از انجام حساب کتاب و کارهای مالیاتی خودم وحشت داشتم. در واقع از شدت ترس تقریبا فلج می شدم. اما یه روز بالاخره فهمیدم چیزی در مورد حساب و کتاب کارهای مالیاتی هست که من مهارت خیلی خوبی در اون دارم. جمع‌آوری اطلاعات مالیاتی طول سال. از اون زمان به بعد روی این جنبه از روند کار تمرکز کردم تا برای شروع کار کمکم کنه. بعد از انجام اون کار فهمیدم که میتونم خیلی راحت با کمک این ماشین حساب به سراغ حساب کتاب و جمع کردن مبالغ هم برم. جسارت. چرا ما زنان در بیان اعتقاد خود جسارت نداریم؟ چرا موضع‌گیری درباره موضوعات بحث برانگیز تا این حد برای بسیاری از ما دشواره؟ چرا اغلب اوقات در مشاجرات یا درگیری‌ها به خصوص با مردان عقب نشینی می‌کنیم؟ زنان و دختران بسیاری ترجیح میدن تا دیگران را از خود نرانند. این موضوع اغلب اوقات مانع توانایی اونها در موضع‌گیری یا حتی دفاع از خودشون میشه. یکی از دختران دانش آموز در کتاب با صدای دیگر نوشته کارول گیلیگان اینطور عنوان کرد: میلیون‌ها نفر باید در کنار یکدیگر با مسالمت زندگی کنند. من به شخصه دوست ندارم کسی رو از خودم برنجونم. این یه معیار اساسی من. معیاری که اساس عدالت من رو تشکیل میده. باعث درد و رنج دیگران شدن کار خوبی نیست. من با دردمندان همدردی میکنم. نرنجوندن دیگران یه اصل اخلاقی مهم برای منه. سالها پیش حاضر بودم از پنجره بیرون بپرم ولی نامزدم و نرنجونم. این طرز فکر اون موقع من بیمارگونه بود. اما الان هم حاضرم هر کاری بکنم که تایید و عشق به دست بیارم. من دشمن نمیخوام. دختر دیگری عدم تمایل خود به قضاوت درباره دیگران رو اینطور توضیح داد: اصل مهم من در زندگی اینه که تا وقتی که کاری برخلاف وجدان خود نمی‌کنم و به اصول خود پایبندم، کسی رو از خود نرنجونم. مسائل اخلاقی بسیار زیادی در اطراف ما وجود داره، مثل سقط جنین، خدمت اجباری، قتل، سرقت یا چند همسری. در صحبت از چنین موضوعات بحث برانگیزی ترجیح میدم بگم که به خود فرد بستگی داره. خود او است که باید تصمیم بگیره و از وجدانش پیروی کنه. هیچ اصل اخلاق مطلقی وجود نداره. یافته‌های گیلیگان نشون میده که این خودداری از موضع‌گیری درباره موضوعات بحث برانگیز و استثناء قرار دادن برخی موضوعات در صحبت‌های دیگر دختران دانشجو نیز دیده می‌شود. خود من هم در گفته‌های مراجعه کنندگان زن خودم با چنین طرز فکری مواجه شدم. 2 نفر از مراجعه کنندگانم در صحبت‌های خود چنین گفتند: من اصلا فکر نمی‌کنم محکوم کردن دیگران ایده خوبی باشه. شما که توی سر من مردم نیستید تا دلیل رفتارشون رو بدونید. یا من دوست ندارم عقایدم رو به دیگران تحمیل کنم. هر کسی حق داره عقاید خودش رو داشته باشه. من کی هستم که درباره عقاید دیگران تصمیم بگیرم؟ چنین عقایدی شاید متعالی نباشن اما تحسین برانگیزن، اما از سوی زنان رو به دردسر میاندازن. اگر نتوانید تشخیص دهید که رفتارهای شخصی اشتباه، آزاردهنده یا ناشایسته، چطور میخواید در برابر اونها موضع‌گیری کنید؟ اگر نتونید خوب و بد رو تشخیص بدید، چطور میخواید حد و مرزهای خودتون رو مشخص کنید؟ به خصوص زنان روشنفکرنما بیشتر در معرض چنین دردسرها و مشکلاتی قرار دارند. احساس آسیب پذیری مانع موضع‌گیری آنان در برابر شرایط و نظرات مختلف میشه. به گفته گیلیگان، عدم تمایل زنان به اظهار نظر و قضاوت ریشه در عدم اطمینان آنها از حق خود برای اظهار نظر یا شاید بهایی داره که گمان میکنن اظهار نظر و قضاوتشون براشون خواهد داشت. تجربیات خود من هم حاکی از چنین طرز فکریه. بسیاری از زنانی که به من مراجعه میکنن از ترس اینکه مبادا مورد قضاوت منفی دیگران قرار بگیرن از اظهار نظر و موضع‌گیری هراس دارن.
بسیاری از زنان باور غلط دیگری دارن که هنوز دربارش حرف نزدیم و آن این که برای قدرتمند بودن باید مثل مردان رفتار کنن. به عقیده من این موضوع دلیل دیگر ناتوانی اونها برای صحبت کردن و اعتقاد راسخ به اعمال و رفتارشونه. اونها میترسن که مبادا در چشم دیگران زیادی مردانه به نظر بیان. اما زنان میتونن قوی و قدرتمند باشن و در عین حال شبیه مردان نباشن. ما زنان برای قدرتمند بودن لازم نیست شبیه مردان رفتار کنیم. فقط کافیه زنان قدرتمندی باشیم. زنان میتونن قدرت داشته باشن و از این قدرت سوء استفاده نکنن. ما میتونیم از خودمون دفاع کنیم بدون اینکه لازم باشه با کسی دعوا کنیم، مغرور باشیم یا کسی رو تحقیر کنیم. میتونیم نظر و عقیده خود رو رک و راست بگیم بدون اینکه قدرت کسی رو از بین ببریم. برخی از زنان نمیتونن خود رو به عنوان افرادی قدرتمند بپذیرن. دلیل این ناتوانی اینه که اونها یه عمری این پیام رو دریافت کردن که محجوب، با حیا و نسبت به احساسات دیگران حساس باشن. چنین پیام‌هایی با تصویر زنی که میتونه در عین قدرتمندی ظالم و زورگو نباشه در تضاده. قدرت و دلسوزی منافاتی با هم ندارن. ما میتونیم بدون احساس ضعف و ناتوانی به ویژگی‌های زنانه مهربانی و دلسوزی خود افتخار کنیم. میتونیم مهربون باشیم اما تو سریخور نباشیم. میتونیم قوی باشیم اما بی‌احساس نباشیم. میتونیم درباره افتخارات و دستاوردهای خود واقع نما باشیم اما متکبر نباشیم. و در نهایت میتونیم فکر و عقیده خود رو با وقار و مدنیت بیان کنیم. شیوه دستیابی به جسارت: یاد بگیرید که رسا و راسخ حرف بزنید. با بیان عقاید و نظرات خود احترام بیشتری کسب خواهید کرد، خواه از شریک عاطفی عاشق پیشه خود، خواه فرزندان یا همکارانتون. متاسفانه زنان معمولا از این موضوع گله دارن که وقتی از نیازها و احساساتشون حرف میزنن دیگران به اونها اهمیت نمیدن. فیلیس مندل، متخصص در حوزه ارتباطات حرفه‌ای و نویسنده کتاب چگونه به زنان بگوییم، توصیه میکند که زنان برای بیان جسورانه عقاید و نظرات خود از یک شیوه بیانی بهره ببرند که او آن را دستور زبان قدرت مینامد. به عقیده مندل، استفاده از لحن گفتار ضعیف میتونه باعث تضعیف پیام شما و تلاشتون برای ابراز عقیده شه. ضعف کلام میتونه باعث ناتوانی شما در جلب توجه شده و اعتماد به نفستون رو زیر سوال ببره. از طرف دیگه اما استفاده از عبارات و جملاتی که نشون میدن شما در بیان نظرات خود جدی هستید باعث خواهند شد که دیگران به شما توجه کنند. مندل توصیه میکنه با تمرکز بر دوری از 4 مورد دستور زبان ضعیف خود را تقویت کنید: تفته رفتن، پرسش‌های تاییدی، استفاده بیش از حد از کلمات و عبارات توصیفی و توضیحی و وسواس بیش از حد برای صحبت کردن بدون اشتباه. تفره رفتن به این معناست که خود را در پشت کلمات پنهان کنید و از اظهار نظر خودداری کنید. همه ما گاهی اوقات مجبوریم تفره بریم. زمانهایی که جوابی برای گفتن نداریم یا زمانهایی که میخوایم وقت تلف کنیم و زمان بخریم. اما زنان حتی زمانهایی که از جواب خود مطمئن هستن نیز ممکن از حرف زدن تفره برن، چرا که معمولا تلاش میکنن کلامشون رو ملایم تر کنن. زنان در مقایسه با مردان بیشتر تفره میرن، معمولا به این دلیل که نگران هستن مبادا باعث آزار و رنجش کسی شوند. اما همین تفره رفتن باعث میشه اعتبار کلام خود رو از دست بدن و اینطور به نظر برسه که اونقدرها درباره عقیده و نظر خود مطمئن نیستن. شما چطور از بیان نظر خود تفره میدید؟ شاید حرفم درست باشه اما من در این زمینه تخصصی ندارم، اما من چیز زیادی در این مورد نمیدونم، اما ممکنه این فقط احساس من باشه، اما فکر میکنم سوال من این باشه که من قصد ندارم. اما پرسش تایید سوال کوتاهی است که به آخر جمله یا عبارت دستوری خود اضافه میکنید. به گفته مندل پرسش‌های تاییدی میتونه 3 حالت داشته باشه: کلامی، صوتی و حرکتی. پرسش‌های تاییدی متداول عبارتند از باشه، خب، اینطور نیست، اینطوره، اینطور فکر نمی‌کنی یا نمی‌کنی نه. پرسش‌های تاییدی میتونه موجب تضعیف کلمه ما شده و تاثیر کلممون رو از بین ببرن، چرا که نشونه تردید ما هستن. باز هم تحقیقات نشون میده که زنان بیش از مردان از پرسش‌های تاییدی استفاده میکنن. نگاهی به فهرست زیر بیاندازید و ببینید کدام یکی از این پرسش‌های تاییدی رو بیشتر استفاده میکنید. ایده خوبیه مگه نه؟ میخوام با یکی از دوستان برای نهار بیرون برم. بسیار خوب. امروز بعد از مدرسه یه راست به خونه برمیگردم. خب، این مناسب ترین رنگ برای اتاق نشیمنه مگه نه؟ چرا پرسش‌های تاییدی میتونن موجب تضعیف کلام ما شده و تاثیر کلاممون از بین ببرن؟
توجه داشته باشید که قسمت اول تمامی این جملات به اندازه کافی روشن و واضحن و پرسش‌های تاییدی صرفاً اونها رو به سوال تبدیل کرده و ممکنه باعث شوند تا شنونده درباره صحت اونها شک کنه. به علاوه زنان مرتباً از پرسش‌های تاییدی آوایی استفاده می‌کنن، به این معنا که با بالا بردن لحن کلام خود انتهای جمله رو طوری ادا می‌کنن که کلامشون سوالی به نظر بیاد. به طور مثال، اسم من بورلیه، من یک روان درمانگر هستم، من کتاب‌های خودیاری می‌نویسم. البته به شرطی که تمام این جملات ساده رو با لحن پرسشی ادا کنید. ببینید ادا کردن این جملات خبری به حالت پرسشی چطور تاثیر کلام من رو کم کرد، اما با این حال زنان بسیاری در هنگام صحبت کردن از چنین لحنی استفاده می‌کنند. پرسش‌های تاییدی حرکتی میتونه از طریق بالا انداختن شونه یا حرکت گردن بیان شه. هر چقدر هم که در لحنتون قوی و محکم به نظر برسید، با استفاده از چنین حالاتی نفوذ کلام خود رو کمرنگ و تضعیف و در واقع عقاید و نظرات خود رو نفی می‌کنید. شجاعت. همه ما فکر می‌کنیم که مفهوم شجاعت رو میشناسیم. تصویر ما از شجاعت اغلب تصویر فیزیکیه. تصویر مردانی که برای کشورشون می‌جنگن یا زنانی که برای محافظت از فرزندان خود درد بزرگی رو تحمل می‌کنن. مفهوم شجاعت برای هر کس معنایی داره. به طور کلی اما عملی شجاعانه محسوب میشه که بدونیم انجامش درست اما دشواره. شجاعت یعنی این که کاری رو انجام بدیم حتی اگر بترسیم. شجاعت یعنی زمانی که آستین‌هاتون رو بالا میزنید و کاری برای خودتون انجام میدید. شجاعت یعنی زمانی که دست از بهونه تراشی میکشید، زمانی که دست از شکایت کردن و التماس برای احقاق حق خود برمیدارید. شجاعت یعنی دیگر از دیگران برای منصف بودن در حقتون توقعی ندارید، مخصوصا بعد از مدت‌ها که با رفتارهای غیر منصفانه اونها کنار اومدید. حال وقت اون رسیده که خودتون هوای خودتون رو داشته باشید و لازمه این کار شجاعته. برای تقویت شجاعت خود شیوه‌های زیر رو پیش بگیرید. شیوه شماره 1: هر از گاهی به صورت تصادفی شجاع بودن رو تمرین کنید. شجاعت نیازمند تمرینه. هرچه بیشتر شجاعانه تمرین کنید، احساس شجاعت بیشتری خواهید کرد. کارهای زیر مواردی هستند که شجاعت می‌طلبند. از حق خود دفاع کنید، حتی به قیمت مخالفت و ناراحتی دیگران از شما. دیگر به بقیه التماس نکنید که به شما حق بدهند. در عوض تبدیل به فردی شوید که برای وجود خود از دیگران طلب احترام میکنه. هرگز به کسی اجازه ندید درباره هویت شما اظهار نظر کنه. اگر دوست یا شریک زندگیتون با شما ظالم و نامهربونه و شما رو بازیچه دست خود میکنه، این حقیقت رو بپذیرید و دست از توجیه رفتارهای غیر قابل قبول او بردارید. شیوه شماره 2: از خودتون سوالات اساسی و مهم بپرسید. 3 سوال عمده وجود داره که تشویقتون میکنه تا تقریبا بیش از هر کس دیگری احساس شجاعت کنید. اولین سوال اینه: من از چه راه‌های حق زندگی رو از خودم سلب میکنم؟ ممکنه با اجتناب از مشاجره و درگیری، با ترس از عصبانیت دیگران یا با گله و شکایت کردن به جای عمل کردن حق زندگی رو از خود سلب کنید. به علاوه میتونید از طریق شناخت احساسات و نیازهای خود و دفاع از اونها به شجاعت مورد نظر دست پیدا کنید. هر زمان که کسی شما را برای انجام کاری تحت فشار یا بازیچه دست خود قرار داد، سوال دوم و سوم را از خودتون بپرسید: من واقعا در این لحظه چه میخواهم و آیا این عمل یا وضعیت به نفع منه؟ وقتی جواب این سوالات را یافتید، شروع به اقدام کنید. تمرین: روزی 1 عدد. 1. شروع کنید به تهیه فهرستی از روش‌هایی که میتونید از طریق اونها شجاعت خود رو نشون داده و از حقتون دفاع کنید. 2. حالا به خودتون قول بدید که هر روزی اقدام شجاعانه انجام بدید. شیوه شماره 3: قدرت خود رو در دست بگیرید. همه ما زنان تمام عمر نشسته و تماشا کردیم که چطور دیگران قدرت رو در دست داشتن. قدرت حکومت، قدرت سلطه و قدرت سوء استفاده. اولین اونها والدینمون بودن و بعد معلمان، شریک زندگی و همکارامون. تمام مدت کناری نشسته و تماشا کردیم که چطور بر زندگی ما فرمانروایی میکنن. اگر خیلی خیلی خوب بودیم، این صاحبان قدرت 1-2 لطف در حقمون میکردن و اجازه میدادن احساس کنیم ما هم کمی قدرت داریم، حداقل به طور موقت. اما حالا دیگه همه چیز عوض شده. دیگه نمیتونیم یه گوشه بیکار بشینیم و منتظر بمونیم که کسی ذره قدرت یا قدردانی جلومون پرت کنه. حالا دیگه باید یاد بگیریم به جای اینکه از کسی توقع داشته باشیم به ما شجاعت و قدرت بده، خودمون اون رو در دست بگیریم. اینطور به قضیه نگاه کنید: هر قدرتی که به شما بخشیده شه ارزشی نداره. خودتون قدرتتون رو پس بگیرید.